فدای آرامش و آسایش ملت کردند. این قهرمانان فرزندان اصیل و راستین افغانستان هستند که در برابر دشمنان داخلی و خارجیشان سینه ها را سپر کردند و هر روز دشمن را زمینگیر می سازند. رشادت و کارنامه های این اسطوره های ماندگار جهان را به حیرت انداخته است. این اسطوره ها از دیر زمانی در کنار ملتشان هستند و برای همین مردان با عزت و سرافراز فداکاری می کنند. ما احسانمند تلاش های شما قهرمانان هستیم.